الرحمن الرحیم. تشکر میکنم برای حسن استقبال برادرم جناب آقای بدر البوسعیدی، وزیر محترم امور خارجه کشور دوست، برادر و همسایه سلطنت عمان. أتقدم بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال الذي لقيناه من أخي العزيز السيد بدر بن حمد البوسعيدی وزير الخارجية لسلطنة عمان الصديقة والشقيقة والجارة. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان حامل سلام‌های گرم دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران برای دولت و مردم خوب کشور همسایه عمان هستم. إنني وفي الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك أحمل التحيات الحارة لإيران حكومة وشعبا إلى سلطنة عمان حكومة وشعبا وسلطنة عمان الجارة. سفر امروز این جانب به مسقط در راستای تداوم مشورت‌های بسیار مهم با برادرم جناب آقای بدر البوسعیدی است. إن زيارتي اليوم هي تأتي من أجل الاستمرار في المشاورات المهمة مع أخي السيد بدر البوسعيدي. در ترکیب هیئت همراه من علاوه بر مدیران ارشد وزارت امور خارجه کشورم جناب آقای دکتر جلالزاده، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. وطبعا ضمن هذا الوقت الذي يرافقني اليوم إضافة إلى كبار المدراء في وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيرافقني أيضا سعادة الدكتور جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي. در راستای دیدارها و توافقات رؤسای عالی دو کشور جلالت السلطان و جناب آقای دکتر رئیسی شاهد پیشرفت فزاینده مناسبات تهران و مسقط در تمامی زمینه‌های مورد توافق هستیم. وطبعا في إطار اللقاءات والاتفاقات التي توصل إليها رؤساء كلا البلدين أي جلالة سلطان عمان وفخامة الرئيس دكتور رئيسي، فنحن نشهد تطورا وتقدما مضطردا في العلاقات بين طهران ومسقط في كافة المجالات. به عنوان نمونه حجم تبادل تجاری دو کشور به ویژه در چارچوب همکاری‌های تجاری بخش خصوصی به بیش از 2.5 برابر در یک سال گذشته ارتقا یافته است. على سبيل المثال فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما في مجال التعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال سنة واحدة وخلال السنة الأخيرة قد تضاعف إلى ضعفين ونصف. فعالسازی کریدور شمال و جنوب از جمله موضوعات مهم مورد توجه دو کشور هست. وطبعا ان تفعيل ممر شمال جنوب هو يعتبر ايضا من الامور التي هي ذات اهتمام لكلا البلدين. دو طرف مصمم هستیم که موافقتنامه 4 جانبه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان که در بردارنده منافع مشترک ماست هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد. وطبعا كلا الطرفين عازمان على تطبيق وتنفيذ الاتفاق الرباعي بين إيران وسلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان، والذي طبعا يصب في مصلحة مشتركة لكل هذه الدول. ما چنین همکاری‌های راهبردی رو به نفع همکاری دست جمعی در منطقه می‌دانیم.
وطبعا نحن نعتبر بأن مثل هذا التعاون الاستراتيجي فهو يصب في مصلحة التعاون الجماعي في هذه المنطقة. ما در دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد هستیم تقویت و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات با کشورهای همسایه به ثبات، امنیت و توسعه بیشتر منطقه کمک خواهد کرد. إننا في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعتقد بأن تعزيز وإرساء العلاقات مع دول الجوار فهو يساعد إلى استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة. البته واقعیت این است که تنش‌ها و چالش‌هایی در مناطق پیرامونی ما و در منطقه مشترک ما همچنان وجود دارد. طبعا الحقيقة والواقع هو يدل على أنه هناك لا زال بعض التوتر والتحديات التي تسود المناطق المحيطة بنا ومنطقتنا المشتركة. طبعاً مسائل و مشکلات جمعی موجود در منطقه نیازمند همکاری‌ها و راه حل‌های جمعی منطقه است. وبكل تأكيد فإن هذه القضايا والمشاكل الجماعية التي تسود المنطقة فهي بحاجة إلى تعاون وحل جماعي داخل هذه المنطقة. در این چارچوب از تلاش‌های سلطنت عمان در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشکر می‌کنیم. وفي هذا الإطار أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسلطنة عمان على جهودها في مجال تعزيز هذا التعاون الإقليمي والدولي. همچنین از تلاش‌ها و ابتکار سلطان محترم عمان در کمک به لغو تحریم‌های یکجانبه و غیرعادلانه آمریکا علیه ایران سپاسگزاریم. كما نتقدم بجزيل الشكر لسلطنة عمان ولجلالة سلطان عمان على الجهود والمبادرة التي تم إطلاقها من أجل المساعدة في مجال رفع العقوبات أو الحظر الجائر وأحادي الجانب التي تفرضه أمريكا ضد إيران. مبادره جناب سلطان عمان همچنان به عنوان یک ابتکار مورد توجه در دستور کار گفتگوهای این جانب و برادرم آقای بدر البوسعیدی قرار دارد. وطبعا ان مبادره جلاله سلطان عمان لا تزال تعتبر كمبادره نهتم بها خلال محادثاتنا التي اجريها طبعا عنها ومعالي الوزير السيد بدر البوسعيدي. همچنان که جناب آقای وزیر اشاره کردند مسئله نسل کشی و بحران انسانی در غزه مورد توجه جدی ما در گفتگوهاست. وطبعا كما اشار معالي وزير الخارجيه لسلطنه عمان فان قضيه الاباده الجماعيه والازمه الانسانيه التي تشهدها غزه فهي محط اهتمامنا في المباحثات التي نجريها. تهران و مسقط اتفاق نظر داریم که باید جنگ و نسل کشی در غزه فوراً متوقف بشود. طهران ومسقط تتفقان على أنه يجب وقف هذه الحرب والإبادة الجماعية فوراً و ارسال کمک‌های انسانی از تمامی مسیرها به سراسر غزه باید بدون اتلاف وقت انجام بشود. ويجب إرسال المساعدات الإنسانية من كافة الطرق إلى غزة من دون تضييع الوقت. در این چارچوب از تلاش‌های سلطنت عمان در حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با تداوم نسل‌کشی و همچنین پذیرش جمعی از زنان و کودکان و مجروحین
غزه در بیمارستان‌های کشور عمان صمیمانه تشکر می‌کنیم. كما نتقدم بخالص الشكر لسلطنة عمان على طبعا جهودها من اجل دعم الشعب الفلسطيني ومعارضه استمرار الاباده الجماعيه في غزه وايضا استقبال عدد من النساء والاطفال والمصابين في غزه في مشافي سلطنه عمان. در شرایطی این روزها وارد 7مین ماه تجاوزات و جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری هستیم که رژیم اسرائیل به معنای واقعی در باطلاق غزه گرفتار آمده است. نحن في هذه الأيام نعيش هذه الأيام في حين نحن ندخل في الشهر السابع من جرائم الحرب المركبة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وهو طبعا بهذا المعنى أن الكيان الصهيوني قد تورط في هذا المستنقع في غزة. و این رژیم اشغالگر از دستیابی به کوچکترین اهداف خود در غزه کاملا عاجز مانده است. ونحن نشهد بأن هذا الكيان المحتل قد بقي عاجزا عن تحقيق أصغر هدف له في غزة. لذا سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می‌کند. لذلك فإن هذا الكيان يتطلع نحو تنفيذ سياسة إثارة الحروب وتوسيع نطاق هذه الحرب في المنطقة. زیرا امیدوار هست که همواره از حمایت کامل آمریکا در جنگ افروزی‌های خود برخوردار خواهد بود. لأن هذا الكيان هو يتأمل بكسب الدعم الكامل لأمريكا خلال إثارة الحروب هذه. حمله تروریستی و موشکی رژیم اسرائیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صفحه جدیدی از جنگ افروزی‌های این رژیم و تلاش برای توسعه جنگ در منطقه و کشیدن پای دیگران به درگیری و جنگی بیشتر در منطقه است. إن هذا الهجوم الإرهابي والصاروخي للكيان الصهيوني ضد مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق فقد فتح صفحة جديدة من إثارة الحروب ومحاولات هذا الكيان من أجل توسيع نطاق هذه الحرب في المنطقة. به محض وقوع حادثه تروریستی و حمله موشکی اسرائیل به ساختمان سفارت و مستشاران نظامی ایران و جمعی از اتباع کشور سوریه که در ساختمان حضور داشتند، اقدامات و تصمیمات لازم در نشست شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورم اتخاذ شد. وفور وقوع هذا الحادث الإرهابي وهذا الهجوم الصاروخي الصهيوني ضد مبنى السفارة الإيرانية واستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين وعدد من الرعايا السوريين الساكنين في هذا المبنى، فقد تم اتخاذ إجراءات وقرارات لازمة خلال اجتماع الذي عقد لمجلس الأمن القومي الإيراني الذي ترأسه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني. پیام شفاف و روشنی از طریق سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید ارسال کردیم. وطبعا نحن وجهنا رسالة شفافة وواضحة عبر السفارة السويسرية في طهران والتي ترعى مصالح أمريكا في طهران. وجهنا هذه الرسالة إلى البيت الأبيض. آمریکا نمیتواند
از مسئولیت خود در حمایت کامل و مطلق از جنایات جنگی ترکیبی اسرائیل شانه خالی کند. أن أمريكا ليس بإمكانها أن تتنصل عن مسؤوليتها في دعمها الكامل لجرائم الحرب المركبة التي يرتكبها الكيان الصهيوني. ایران جزیره بزرگ ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا است. أن إيران تعتبر جزيرة كبيرة لتحقيق الاستقرار والأمن في غرب آسیا. جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد امنیت ملی این کشور خدشه‌دار شود. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتاتا أن يمس أمنها القومي. در موضوع یمن ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت نجات ملی در حمایت از مردم مظلوم و مقاوم غزه، ما از تلاش‌ها برای رسیدن به توافق سیاسی بین صنعا و ریاض خرسندیم. وبشأن الموضوع اليمني فإننا نتقدم بالشكر الجزيل للجهود التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني في دعمها للشعب الفلسطيني في غزة، الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم هناك، فإننا أيضا ندعم الجهود التي تبذل من أجل التوصل لاتفاق بين اليمن والسعودية. ما همواره در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی با مقامات عالی رتبه سلطنت عمان در مشورت و تعامل هستیم. وإننا لطالما نجري مشاورات مع سلطنة عمان مع السلطات العليا في هذا البلد بشأن اتخاذ المواقف المهمة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. و از تلاش‌های خیرخواهانه و حکمت‌آمیز جناب سلطان محترم عمان در مسیر تقویت و نیرومندسازی گفتگوهای منطقه‌ای و بین المللی صمیمانه تشکر می‌کنیم. وطبعا نتقدم بخالص الشكر لجلالة سلطان عمان على الجهود النابعة عن الحكمة التي يبذلها جلالته في مسار تعزيز الحوار الإقليمي والدولي. متشکرم. شکرا جزیلا. شکرا معالی الوزیر. شکرا. مرحبا بخیر ان شاء الله.